سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. علی هستم و خیلی خوش آمدید به ویدیوی 21 22 نمیدونم از لابراتوارهای پورتسویگر. قرار XSS رو با هم دیگه باز بریم. سومین لابراتوار از XSS، یعنی قبلی stored XSS into HTML context with nothing encoded. دارم درست تلفظ میکنم. این رو رفتیم و حالا میخوایم بریم سر وقت این لابراتوار، یعنی DOM XSS in document.write بازش کنیم. میگه که آقا اومده داکیومنت دات رایت رو استفاده کرده به عنوان سینک و از یه سورسی به اسم لوکیشن دات سرچ اطلاعات رو گرفته و داده به داکیومنت دات رایت و اون رو روی صفحه در حقیقت نوشته. گفته this lab contains a DOM-based cross-site scripting vulnerability in the search query. توی search queryش یه DOM-based XSS داره. tracking functionality search query tracking functionality توی search query آره. It uses the JavaScript document.write function. از تابع document.write استفاده میکنه which writes data out to the page که دادایی رو توی صفحه در حقیقت می نویسه. این function document.write function is called with data from location.search. داده هایی که به document.write میده از location.search میگیره. خب این یه سینکه تو DOM-based XSS ها. اگر واقف باشید بهش، ما در حقیقت ورودیمون رو از طریق جاوا اسکریپت میگیریم و نوشتن اون ورودی روی صفحه هم، یعنی رفلکت کردن اون ورودی هم از طریق جاوا اسکریپت اتفاق میفته. یعنی هیچی سمت سرور نمیره، تماما داره سمت کلاینت اتفاق میفته و همه چی توی جاوا اسکریپت هست. از طریق تعدادی از توابع ما داده از کاربر میگیریم و از طریق تعدادی از توابع جاوا اسکریپتی ما اون داده رو روی صفحه چاپ میکنیم و اون توابع جاوا اسکریپتی که داده از طریقشون روی صفحه چاپ میشه بهشون میگن سینک و اونایی که داده از کاربر میگیرن بهشون میگن سورس. برخی از سینک ها وجود دارن که این سینک های آسیب پذیری هستن، یعنی اگر درست شما ازشون استفاده نکنید آسیب پذیری XSS رو به وجود میارن. مثل چی؟ مثل همین داکیومنت دات رایتی که اینجا نوشته. داده چجوری گرفته میشه؟ داده توی URL دیگه. مثلا کاربر میاد یه چیز رو وارد میکنه توی URL قرار میگیره و از طریق لوکیشن دات سرچ میاد و از طریق جاوا اسکریپت دیولپر میاد و اون ورودی توی URL کاربر رو میگیره و از طریق این هم توی صفحه مثلا قرارش میده. این آسیب پذیره، یعنی اگر شما درست ازش استفاده نکنید میتونه موجب به وجود اومدن آسیب پذیری بشه. و میگه برای اینکه حلش کنی هم یه آلرت روی صفحه بنویس دیگه. اوکی ما بازش میکنیم ببینیم اصلا چی هست. خب بذارید من لاگین کنم، مثل اینکه لاگین نبودم. خب لاگینیم که این چی؟ بذارید رفرش کنم ببینم لاگین هستیم یا نه. بله لاگین هستیم. بله لابراتوار اومد بالا. خب یه چنین چیزیه، بلاگ خیلی ساده است که یه ورودی اینجا از ما میگیره و تعدادی هم پست داره. همونجور که گفته بود عمل میکنیم دیگه. توی سرچ نیازی نیست جای دیگه بریم. اینجا من چند تا ایکس میزنم و اینتر رو میزنم. ببینم چه اتفاقی میفته. ایکس هایی که من زدم رفت توی یو آر ال قرار گرفت. توی پارامترهای یو آر ال، توی پارامتر سرچ مقدار ورودی من قرار گرفت. یعنی من اینجا اگر بنویسم وای، برام اینجا وای رو مینویسه. میبینید؟ یعنی از اینجا داره اینجا رفلکت میکنه. خب توی اولین لابراتواری که حل کردیم از XSS دیدیم که اگر بیایم اینجا به جای این ورودی مثلا بگیم img src مساوی با x، برامون یه تگ ایمیج اینجا قرار میداد و یک XSS رفلکتد خیلی ساده بود. اما اینجا دیگه این کارو نمیکنه. چرا؟ چون که وقتی این رو میگیره و اینجا قرارش میده، میاد از طریق توابعی که امن میکنن ورودی کاربر رو، سانیتایز میکنن ورودی کاربر رو، این رو سانیتایز میکنه. حالا یا تبدیلش میکنه به HTML انتیتی یا به هر طریقی که حالا خودش دیگه میدونه، این رو از رندر شدنش توی صفحه جلوگیری میکنه. اما خب این آسیب پذیری کجاست؟ چرا من نمیبینمش بس؟ خب یه کنترل یو میزنیم تا سورس کد صفحه باز بشه. ورودی ما اینه دیگه. بذارید ورودی رو تبدیل کنم به چند تا ایکس، ببینم چه جاهایی توی صفحه این ایکس رفلکت شده. سرچش میکنم، یه جا بیشتر نیست، میگه فقط اینجا داره رفلکت میشه. اوکی این بده دیگه، این درست نیست. اما یه قسمت اسکریپت داریم. یه اسکریپت اینجا داریم که یه اتفاقی داره میفته براش. میگه چی؟ میگه که سرچ ترم کوئری. میگه ببین اول بیا یک متغیر تعریف کن به اسم کوئری، مقدارش هم بذار این. خب بذاریم ما این کار رو انجام بدیم. ببینید این جاوا اسکریپت اصلا چی میکنه توی صفحه. F12 رو میزنم، میام توی کنسول اینا رو پاک میکنم و این رو میزنم. کوئری مقدارش چی میشه؟ کوئری مقدارش میشه همون ورودی ما. میبینید من اگر اینجا x بزنم، بعد بیام و این رو تعریف کنم، یه بار دیگه این رو تعریف کنم، کوئری رو بگیرم،
کوئری، میبینید که مقدار x هایی که من توی اینجا قرار دادم داره اینجا نمایش داده میشه. خب حالا میریم توی سورس، نه توی المنت ها، توی قسمت بادی، ببینم کجاست اون سکشن اسکریپت اینجاست. خب میاد و یک متغیر تعریف میکنه که مقداری که من توی این پارامتر قرار میدم رو میگیره و میریزه توی کوئری. حالا این کوئری میگه اگر کوئری وجود داشت بدش به چی؟ بدش به یک تابعی به اسم ترک سرچ. تابع ترک سرچ کوئری بهش داده شده. حالا تابع ترک سرچ چیکار میکنه؟ میاد و یک داکیومنت دات رایت میزنه، یک ایمیج میسازه، SRCش رو یه چنین چیزی قرار میده، یه پارامتر به اسم سرچ ترمز بهش پاس میده و مقدار کوئری که من قرار میدم، یعنی اینجا این چند تا x تهش میچسبونه. خب وقتی میایم توی سورس ما این رو نمیبینیم، این داکیومنت دات رایت شده ولی نمیبینیم، ولی وقتی میایم توی دام یعنی DOM توی این قسمت F12 رو که بزنید، المنت رو که بزنید، این بهش میگن DOM، میبینید که این ایمیج اینجا هست، یعنی ایمیج رو من توی صفحه دارم، توی سورس کد ندارم. چرا؟ چون جاوا اسکریپت اجرا نشده توی سورس کد. ولی وقتی توی دام اتفاق میفته یعنی جاوا اسکریپت اجرا شده و یک تگی رو توی دام صفحه ایجاد کرده. میبینید؟ پس اینجا دام هست، DOM Document Object Model. و اگر من اینجا این ایکس هایی که وارد کردم رو سرچ کنم، کنترل F رو میزنم سرچ میکنم، میبینید که 2 بار تکرار شده، برخلاف اینجایی که 1 بار تکرار شده بود، اینجا 2 بار تکرار شده. یه بار توی این سرچ ریزالت هست، یه بار دیگه میاد توی یک تگ ایمیج. خب ما اینو که بررسی کردیم دیدیم که برامون چیزی نمیسازه. بیاید یه دابل کوتیشن اینجا قرار بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دابل کوتیشن رو گذاشتم، اینجا دابل کوتیشن نوشته شد. خب بذارید من این مقدار رو کپی کنم، کنترل F پیستش میکنم، ببینید که یه بار بیشتر این چیز نشده، رفلکت نشده. خب اینو پاک میکنم، حالا شد 2 بار. خب ببینید اینجا چه اتفاقی افتاد تو تگ ایمیج. دابل کوتیشن نوشته شد، یه فاصله قرار گرفت، بعد ایکس های بعدی نوشته شد. میبینید دابل کوتیشن یه فاصله و ایکس های بعدی رو اینجا نوشت. یعنی چی؟ یعنی توی این تگ ایمیج من با این دابل کوتیشن تونستم از اتریبیوت SRC اسکیپ کنم به توی خود ایمیج و الان توی خود ایمیج هستم. حالا اگر بیام به جای این ایکس ها ایمیج رو ببندم چه اتفاقی میفته؟ ایمیج رو بستم، یه دابل کوتیشن گذاشتم و ایمیج رو بستم، میام پایین ببینید دابل کوتیشن قرار گرفت، ایمیج بسته شد، بقیه چیزایی که می‌نویسم میره خارج از این تگ ایمیجه. ببینید بقیه‌اش رفت خارج از تگ ایمیج. خب حالا چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام اینجا یه img src x دیگه قرار بدم و وقتی توی صفحه نگاه میکنم ببینید که تگ ایمیج اینجا قرار گرفته، یعنی تگ ایمیج دوم که من اینجا نوشتم اینجا رندر شده و اگر توی صفحه هم نگاهش کنیم نمیدونم چرا نفس دارم کم میارم تگ ایمیجی که من توی ورودیم نوشتم اینجا نوشته شده. پس چی شد؟ من تونستم از این تگ ایمیج فرار کنم و یک تگ ایمیج دیگه توی صفحه برای خودم رندر کنم. حالا چیکار میکنم؟ میام اینجا میگم آن ارور الرت پرانتز باز بسته اینتر رو میزنم و الرت نمایش داده شد. به همین سادگی تونستیم یک XSS اکسپلویت کنیم، اونم از نوع DOM یعنی DOM based XSS که تفاوتش هم دیدیم که توی این قسمت ما هیچ رفلکتی نداشتیم. چرا؟ چون جاوا اسکریپت اجرا نشده بود و چون دام بیس بود بر اثر اجرا شدن این جاوا اسکریپت بود که XSS به وجود می اومد و میتونستیم اکسپلویتش کنیم. و میبینید که کانگرچولیشنز هم برامون نوشت که شما لابراتوار رو حل کردید. امیدوارم که ویدیوی خوبی بوده باشه، با اینکه من یه خورده نفس کم آوردم و نمیدونم علتش چی بود، احتمالاً چون خسته هستم. تا ویدیوی بعدی، لابراتوار بعدی، خدا نگهدار. با سپاس.